به نام خدایی که شرط دیدارش مرگ است. آدم حسابی یا با یه نفرن یا با هیچ کس. انقدر بدی زیاد شده که اگر یکی به همون بدی نکنه فکر میکنیم در حقمون خوبی کرده. آب داخل قایق خطرناکتر از دریای بیرونشه. مراقب زمزمه های تو سرت باش. دل کسی رو میشکنی که برات مهم نیست، ولی تاوانشو سر کسی میدی که خیلی برات مهمه. عمارت بزرگ رو از سایش، مرد بزرگ رو از حرفاش میشه شناخت. اگه به هم بدی کردی و من خوبی، تعجب نکن. ما به اسبی که پاش شکسته آب و دون میدیم ولی روش شرط نمیبندیم. میخوای بزرگ شی، کوچیک شو. نقطه هم کوچیکه ولی جمله رو تموم میکنه. و در نهایت اون که قرار بود بفهمه فهمیده، اون که نفهمید سودش اون نفهمیدنه. دمشون گرم.